در اسارت فرهنگ، ریشه‌یابی خلق و خو، آداب و عادات ما ایرانی‌ها، انتشارات صمدیه 1395، نویسنده و راوی طاهره شیخ‌الاسلام. قسمت 18. گفتگوها، مشاهدات و نکته‌ها در رابطه با دنبال روی و تقلید، خودبرتربینی، تواضع و تفاخر. خلق را تقلیدشان بر باد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. آنکه او از پرده تقلید رست، او به نور حق ببیند آنچه هست. رشد و شکوفایی هر ملتی در گرو خلاقیت افراد آن ملت است و خلاقیت در گرو آزاداندیشی است. وفاداری و تعصب در حفظ آداب و رسوم پیشینیان و اندیشه مجال رشد و جولان نمی‌دهد. در میان ادیبان متقدم ما کم نیستند کسانی که ما را از خطرات تقلید و دنبال روی هشدار دادند. شمس تبریزی در رابطه با تقلید چنین میگوید: هر فسادی که در عالم افتاد از این افتاد که یکی را معتقد شد به تقلید یا منکر شد به تقلید. کی روا باشد مقلد را مسلمان داشتن؟ و از زبان شیخ احمد رومی چنین میشنویم: ای درویش، تقلید پدر و مادر حجابی عظیم است و هر کس که در پس این حجاب بماند هیچ چیز را چنان که آن چیز است ندانست و ندید. طبیعی است هنگامی که انسان در بند آداب و عادات تکراری و تقلیدی اسیر باشد، تفکر مجالی برای بروز نمی‌یابد. استعدادها شکوفا نگشته و فرد و به تبع آن جامعه پیشرفتی نمی‌کند. بی جهت نیست که این القضات همدانی گفته است تا از عادت پرستی به در نیایی و دست به نداری حقیقت ورز نشوی. همو میگوید عادت عظیم کمینگاهی است شیطان را و کم آدمی را بینی در وجود که از شیاطین عادت زخمی 2 زخم و 10 زخم و 1000 زخم ندارد. اقبال لاهوری معتقد است تا زمانی که بشر در بند گذشته خویش اسیر است، آفرینش حیاتی نو برایش مشکل و حتی غیر ممکن است. چه خوش بودی اگر مرد نکویی ز بند باستان آزاد رفتی، اگر تقلید بودی شیوه خوب پیمبر هم ره اجداد رفتی. و تا بدانجا دنبال روی از روی عادت را مذموم می‌داند که گناهی را که از اختیار سر بزند بهتر از ثواب تقلیدی می‌داند. او تقلید گرایی و پیروی از قراردادها را خودکشی توصیف می‌کند و در پی انسانی است که خدا را حتی از طریق خود بیدار شدهش و نه از روی عادت و دنبال روی از اجدادش فهم کند. به طور کلی میتوان گفت دنبال روی در جوامعی که مردمانش هنوز مجال و فرصتی برای خود بودن نیافتند و از متابعت بیچون و چرای پدر، معلم، قطب و مراد و رئیس در نیامده‌اند و به لحاظ فکری روی پای خود ایستادن را تجربه نکرده‌اند، به مراتب بیشتر دیده می شود. وقتی انسان مطیع یا دنبال روی یک شخص یا یک گروه شد، هرچه را که به او دیکته کردند بدون هیچ چون و چرایی قبول و اجرا می کند. چنین کسی نیازی به تفکر پیدا نمی کند و الزامی نمی بیند که به خود زحمت یافتن حقیقت را بدهد. اما وقتی به عنوان یک فرد مستقل و هوشمند نخواهد وابستگی و دنبال روی را بپذیرد، آنگاه خود بایستی بیندیشد، بفهمد و نهایتاً باید برای خود تصمیم گرفته و انتخاب کند و مسئولیت انتخاب خویش را نیز بپذیرد. وابستگی فکری نوعی بردگی است. این بردگی هرچند انسان را از فشار اندیشیدن رها می سازد، اما او را از لذت شکوفایی و خلاقیت و رشد نیز محروم می نماید. کسی که این لذت را تجربه کرده باشد هرگز آن اسارت را نخواهد پذیرفت. آنچه که بیان شد یکی از موارد تقلید است که با آنچه مورد نظر ما در اینجاست کمی متفاوت است. تقلیدی که در رابطه بیشتری با مسائل مطرح شده در این کتاب ارتباط پیدا می کند
تقلیدی است که در راستای بالا رفتن از پله قدرت و به دست آوردن احترام و توجه بیشتر بر زندگی اکثریتی از ما سایه افکنده و آرامش و آسایش را از ما گرفته و راه را بر شکوفایی ما بسته است. در پی دیگران: ای قمر زیر میغ، خویش ندیدی دریغ، چند چو سایه روی در پی این دیگران. اگر نگاهی به بعضی از خانواده‌های ایرانی در خارج از کشور بیاندازیم، می‌بینیم که بیشتر همشان در دنبال روی و رقابت با سایر هموطنان صرف می‌شود که فرزندانشان را از یک کلاس به کلاس دیگر ببرند و به کارهایی وادارند که استعدادی نیز در آنها ندارند. از شنا، پیانو، رقص و آواز گرفته تا انواع ورزش‌های چینی، ژاپنی و غیره، و بدین طریق زندگی را نه تنها بر خود که بر فرزندانشان نیز تلخ می‌کنند. گویی مسابقه‌ای عظیم در پیش است و اگر فرزند آنها در تمامی آن مسابقات مقام اول را به دست نیاورد، دنیا به آخر خواهد رسید. به نظر می‌رسد این هموطنان متوجه این نکته نشده‌اند که استعداد و علاقه از مهمترین عوامل در شروع و تداوم هر گونه فعالیت، چه علمی، هنری یا ورزشی است و فقط به صرف پول داشتن و خرج کردن آن نمیتوان به جایی رسید که اگر چنین بود تمامی ثروتمندان تبدیل به هنرمند و دانشمند و ادیب و قهرمان ورزشی میشدند و به شهرت و محبوبیت جهانی دست میافتند. استعداد و قابلیت ها را فقط میتوان پرورش داد، اما نمیتوان با زور در افراد به وجود آورد. اهمیت این دیگران برای ما تا بدانجاست که حتی تفریح ما نیز منوط به قبول و تایید آنان است. یعنی اگر من بخواهم تعطیلاتم را با نشستن در یک گوشه و خواندن کتابی یا رفتن به یک روستای خوش آب و هوا و حتی بیکار نشستن و فکر کردن بگذرانم، جرأت این کار را در خودم نمیابم، به این دلیل که سفر اروپا، کیش، دبی و شمال معیار تفریح کردن و خوش گذراندن است. بنابراین با تحمل مشکلات و رنج فراوان به مسافرت میروم تا فقط به دیگران نشان دهم که خوش گذراندند. متاسفانه این گونه معیارها را در اکثر جوامع، به خصوص جوامع عقب افتاده، قشر مرفه و ثروتمند تعیین می‌کنند و قربانیان آن اقشار متوسط یا کم درآمد جامعه هستند که از آنان الگو برداری و دنبال روی می‌نمایند. اگر بتوانیم هراس از قضاوت دیگران را در خود مشاهده کنیم، آسان‌تر می‌توانیم دنبال روی و تقلید کورکورانه را کنار بگذاریم. مشکل همگانی: خود برتربینی و توجیه خطا و عیوب خود و عیب دیدن محاسن دیگران فقط در سطوح فردی مشاهده نمی شود. بسیار دیدم کسانی را که نه تنها از عادات و آداب شکل گرفته در ترس، ظلم، فقر و نابرابری خود دفاع کرده و به دنبال دلایل علمی و منطقی برای توجیه آنها در جهان مدرن می‌گردند، بلکه از عادات و آداب خوب غربیان نیز انتقاد می‌کنند. برای مثال می‌توان از ملت‌هایی نام برد که در جمع غیر آشنا و حتی در اماکن عمومی با دست غذا می‌خورند. یعنی مشتشان را پر از غذا کرده و به دهان می‌گذارند. آن هم غذاهایی مانند خورشت‌های ما، و بعد هم انگشتانشان را می‌لیسند و در توجیه کار خود چنین استدلال می‌کنند که چون غذا خوردن با دست لذت بیشتری به انسان می‌دهد، پس برای سلامتی بهتر است. اینان توجه نمی‌کنند که این گونه غذا خوردن به قبل از اختراع قاشق و چنگال تعلق دارد و آنچه به آنها لذت می‌دهد فقط عادت آنهاست. یا اینکه بعضی ملل از جمله هموطنان خودمان خود را تمیزتر و بهداشتی‌تر از غربیان می‌دانند، به این دلیل که در هنگام ورود به منازلمان کفش‌هایمان را در می‌آوریم. این عزیزان به این مسئله توجه ندارند که اگر غربی با کفش وارد منزلش می‌شود، به این خاطر است که او مدت هاست از زمین فاصله گرفته است. یعنی نه دیگر روی زمین می‌نشیند، نه روی زمین می‌خوابد و نه روی زمین سفره می‌اندازد. استفاده از صندلی، میز ناهارخوری و تخت خواب باعث شده که او برای بهداشت کف زمین دیگر اهمیت سابق را قائل نباشد. به علاوه اینکه به خاطر اسفالت شدن اکثر
اماکن نه تنها خاک و گل چندانی با کفش‌هایشان به منزل وارد نمی‌شود، بلکه جاروی برقی کار تمیز کردن را برایشان راحت کرده و ضمناً بسیاری از بیماری‌های خطرناک و مصری نیز در این کشورها ریشه‌کن شده است. این شرایط باعث می‌شود که آنان کفششان را در نیاورند و به برکت این تغییر از تحمل بوی پاهای یکدیگر نیز خلاصی یابند. داروی درد دیگران. در جمعی صحبت از علل عدم تأثیر کتاب‌ها بر قشر کتابخوان در جامعه ما بود. هموطن میان سالی علت این امر را در نحوه عمل نویسندگان و مترجمانی می‌دید که بیش از اینکه به فکر مردم و مشکلات جامعه خیش باشند و اینکه چه بنویسند که به درد آنها بخورد، به این می‌اندیشند که چه اثری را ترجمه یا تألیف کنند که خوب گل کند و آنها را به معروفیت برساند. این هموطن در ادامه صحبت‌هایش چنین گفت: در اواسط قرن گذشته که اروپا به سرعت در حال تحول بود، روشنفکران غربی آنچنان که وظیفه روشنفکری ایجاب می‌کند، از مسائل و مشکلات حال و آینده جامعه خود در قالب نثر، شعر، تئاتر و فیلمنامه می‌نوشتند. گروهی از مترجمان و نویسندگان آن زمان ما گاه از سر ناآگاهی و یا دنبال روی ناپخته از غرب کتاب‌های آنان را برای جامعه فقیر و عقب مانده ما که نیمی از آن از نعمت خواندن و نوشتن نیز محروم بوده و مشکلات و دردهای دیگری داشتند ترجمه کرده و تفسیرهای جامعی نیز بر آن می‌نگاشتند و نسل جوان بیخبر نیز با اشتیاق آنها را می‌خواندند. این کار هیچ فایده‌ای نداشت جز آنکه آنان به خاطر ترجمه آثار نویسندگان برجسته غربی میان قشر کتابخوان و همکاران خود نامی کسب کرده و غرق غرور شوند و ما نیز با خواندن کتاب‌هایشان به خود ببالیم و با اظهار فضلمان به دیگران فخر بفروشیم. این هموطن آهی کشید و گفت: آری، یکی از صدها علل در جا زدن ما این بود که داروهایی که برای ما تجویز میشد شفابخش دردهای دیگران بود. لذت بردن از حسرت بردن دیگران. پزشکی جوانی که از ایران برای گذراندن تعطیلات به استرالیا آمده بود چنین تعریف میکرد: یک روز از روستایی که در آن دوره خارج از مرکزم را میگذراندم به مادرم تلفن کردم و گفتم: خسته شدم مادر، 25 سال از عمرم میگذرد و هنوز از زندگی هیچ نفهمیدم و حالا هم که دوره پزشکی را تمام کردم بایستی 2 سال دیگر توی این ده دور افتاده بمانم. این هم شد زندگی؟ مادرم در جوابم گفت: قصه نخور دخترم، در عوض نمیدانی من و پدرت چقدر به دکتر بودن تو افتخار میکنیم و تمام همسایه ها، عمه کبرا و خاله صغرا و تمامی فک و فامیل چقدر حسرت ما را میخورند و چقدر تو را به رخ بچه های فامیل میکشند. دلایل مهاجرت. چند نفر از هموطنان در مورد دلایل مهاجرتشان به استرالیا گفتگو می‌کردند. اولی گفت: من از فعالان سیاسی بودم، جانم در خطر بود و ضمناً نمی‌توانستم از فعالیت دست بکشم. این بود که ترک وطن نمودم، اما باید بگویم آنجا که شنونده داشتیم اجازه حرف زدن نداشتیم و اینجا که می‌توانیم حرف بزنیم و بنویسیم شنونده و خواننده‌ای نیست. دومی گفت: من کارگری بودم که آینده‌ای در وطن برای خود خانواده‌ام وجود نداشت. هنگامی که دانستم با همان مقدار کار در اینجا من و خانواده‌ام می‌توانیم از تغذیه بهتر، بهداشت و آموزش رایگان استفاده کنیم، جلای وطن کردم و اکنون نیز هر چند دلتنگ بستگانم هستم اما از این جهت راضیم. سومی گفت: من نه سیاسی بودم نه کارگر، وضع مالی خوبی هم داشتم ولی از بی‌عدالتی رنج می‌کشیدم. بهتر دیدم ترک وطن کنم و پذیرای غربت شوم. چهارمی نیز اظهار داشت: من احمق را بگویید که نه سیاسی بودم نه کارگر و نه اختناق سرم میشد. وقتی دیدم چند نفر از خویشاوندان و همسایگان مهاجرت کردند خیال کردم مهاجرت مد شده. این شد که دست زن و بچه‌ام را گرفتم و به این کشور آمدم و اکنون از سگ هم پشیمان‌ترم. اهمیتی بیشتر از جان. بعضی از افراد حاضر میشوند پول زیادی خرج شیک کردن رو کار منزلشان کنند اما حاضر نیستند 1/10 آن را خرج استحکام پایه‌های آن کنند، در حالی که می‌دانند شهرشان در معرض زلزله قرار دارد. آیا این بدان معنا نیست که نیاز به مورد توجه و احترام قرار گرفتن و برانگیختن حسرت در دیگران برای بعضی از ما اهمیتی بیش از جان دارد؟ شراکت در اسراف.
شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، یکی از درخشانترین چهره‌های عرفان و ادب ایران، در تذکرة الاولیا چنین می‌گوید: روزی صفیان سوری با یکی به در خانه محتشمی بگذشت. آن کس در آن ایوان نگریست. او را نهی کرد و گفت: اگر شما در آنجا نگه نکنی، ایشان چندین اسراف نکنند. پس چون شما نظر می‌کنی، شریک باشی در مظلمت این اسراف. با توجه به مطلب فوق میتوان دریافت که هر گونه توجهی از جانب ما به داشته‌های دیگران، اعم از خانه، ماشین، مبل، فرش، جواهرات، لباس و غیره، میتواند مشوق آنان به خرید بیشتر باشد. در نتیجه اگر ما با مصرف کنندگی مخالف هستیم، میتوانیم با نشان ندادن توجه به اجناس و وسایل موجود در منازل دوستان و آشنایان انگیزه خرید بیهوده و غیر لازم را در آنان کاهش دهیم. بدین طریق از فربهتر شدن سرمایه‌داری جلوگیری کنیم و به گفته صفیان سوری در مظلمت این اسراف شریک نگردیم. این نکته را به موارد دیگری نیز میتوان تعمیم داد و آن توجه و احترامی است که برای داشتن عناوین افراد ابراز می‌داریم. بسیاری از ما از سالهای آخر دبیرستان نوجوانانمان را دکتر و مهندس خطاب می‌کنیم و آنها را مجبور به ادامه تحصیل در یکی از رشته‌هایی که عناوین فوق را به آنها می‌دهد می‌نماییم. در زمانی که در دانشگاه مشغول به تدریس بودم، به کرات دانشجویانی که راهنمایی آنها را بر عهده داشتم پیش من می‌آمدند و اظهار می‌داشتند که هیچ گونه علاقه‌ای به رشته‌ای که در آن تحصیل می‌کنند ندارند. دانشجویانی که هر کدام می توانستند در زمینه دلخواهی که در آن استعداد داشتند به موفقیت‌های چشمگیری نائل شوند. در اینجا سؤالی را می توان مطرح نمود و آن این است که آیا هنگامی که هزاران هزار انسان در زمینه‌هایی که با آنها چندان علاقه‌ای ندارند به تحصیل و کار می‌پردازند، انتظار پیشرفت آن جامعه انتظاری عبث و پوچ نخواهد بود؟ آیا ما با توجهی که به رشته‌های عناوین‌دار از خود نشان می‌دهیم و با احترامی که به واجدین این عناوین می‌گذاریم در مظلمت این عقب ماندگی ملی و میهنی شریک نیستیم؟ تفاخر و تواضع. در اوایل تحقیقاتم در دانشکده کشاورزی دانشگاه سیدنی بود که یک خانم استرالیایی و یک آقای کانادایی برای تهیه خاک، انتقال آن به گلخانه و پر کردن گلدان‌ها به من کمک کردند. اول از این تعجب کردم که زنان نیز در این کشورها به کار کارگری در دانشگاه مشغول می‌شوند. اما تعجبم موقعی صد چندان شد که دانستم هر دوی آنها دارای مدرک دکترا و عضو هیئت علمی دانشگاه هستند. در مشاهدات و تجربیات بعدی خود دریافتم که در اینجا مشاغل، مدارک و مدارج افراد تغییر قابل ملاحظه‌ای در برخورد و رفتار آنها ایجاد نمی‌کند و کسی به خاطر نوع کارش احساس برتری یا حقارت ندارد، یا شاید اگر دارد آنقدر نیست که ما بتوانیم در سالهای اولیه ورودمان متوجه آن شویم. این در حالی است که بسیاری از هموطنان مهاجر پس از سالها زندگی در این کشورها هنوز با این بهانه که فرهنگ ما با اینها فرق دارد، القابشان را به مجامع ادبی و فرهنگی، حتی به رستوران‌های ایرانی و میهمان‌های دوستانه کشیده و همان سلسله مراتب طبقاتی را در اینجا برقرار می‌کنند. هیچ فراموش نمی‌کنم چگونه یکی از هموطنان که به تازگی در شرکتی در سیدنی استخدام شده بود تحت تأثیر برخورد رئیسش قرار گرفته بود. او با لهجه شیرین شهرستانی و با هیجان و التهاب کسی که شاهد اتفاق افتادن معجزه‌ای بوده است چنین می‌گفت: این آدم، منظور رئیس شرکت، با اینکه دارای چند مدرک از بهترین دانشگاه‌های آمریکا و انگلیس است، برای توضیح دادن نقشه‌ای که روی میز من بود کنار صندلی من زانو زده بود و من هر چی میگفتم اینطور بعد از شما روی صندلی بفرمایید او توجه نمی‌کرد و من اونقدر خجالت زده و ناراحت بودم که اصلا از حرفایش چیزی نفهمیدم. این هموطن سپس آه بلندی کشید و با لحن معصومانه و مخصوصی گفت: آخه من یه لیسانسه ایرانی، اونم شهرستانی، و اون یک خارجی و رئیس یک شرکت بزرگ، اینا عجب آدم‌های نازنین و متواضعی هستند. بسیاری از ما تحت تاثیر این گونه رفتارها در این کشورها قرار می‌گیریم. رفتارهایی که به راستی زیباست و تواضع را به معنای دقیق کلمه نشان می‌دهد. تواضعی که همان برتر ندیدن خود از دیگری و کمتر به حساب نیاوردن دیگری است نسبت به خود.
اما علت این که از این کلمه در این جوامع زیاد استفاده نمی شود این است که فروتنی و تواضع در جایی مفهوم پیدا می کند که فراتنی باشد و تفاخر. بدیهی است در جوامعی که مال و مقام و مدرک و موقعیت دیواری نامرئی بین مردم نمی کشد، همه خود را انسانهایی می بینند معادل هم، و این به نظر من یکی از زیباترین وجوه پیشرفت و نشانی از غنای فرهنگی یک جامعه است. دیگر کفاف نمی کند. اولی با دلخوری گفت مثلا دلمان خوش است که آمده ایم خارج. از صبح تا شب یا توی اداره مشغول کاریم یا توی خانه مشغول پخت و پز و رفت و روی. دومی جواب داد فراموش نکن بیش از نیمی از هموطنان داخل کشور حسرت تو را میخورند. آن وقت تو داری گله و شکایت میکنی؟ حالا اگر از بودن در خارج آنگونه که میخواهی نمیتوانی بهره مند شوی، لااقل به حسرت بقیه فکر کن که آن هم در نوع خود لذتی دارد. اولی گفت این لذت آن اوایل که تازه آمده بودم خیلی راضی کننده بود و کافی به نظر می رسید، اما اکنون دیگر کفاف نمی کنم. لذت سالم. مدتی از آمدنش گذشته بود که او را دیدم. گفت که نوع دیگری از لذت بردن از زندگی را تجربه می کند و از این بابت بسیار خوشحال بود. هنگامی که از او توضیح بیشتری خواستم چنین گفت: وقتی در وطن بودم هرگاه به مسافرتی می رفتم یا وسیله جدیدی برای خانواده می خریدم، مثلا ماشین بزرگتر و راحت‌تر، مقداری از لذتی که از اینها می بردم منوط به این بود که دیگران نیز در جریان آنها قرار گیرند. و گاهی حتی برایم پیش آمده بود که به به و چهچه دیگران از دیدن وسایلی که خریده بودم به من بیشتر لذت میداد تا رفاهی که از آن وسایل نصیبم میشد. حتی خوشحالی از موفقیت‌های کاری و تحصیلی خود و فرزندانم نیز تا اندازه‌ای در گرو این بود که دیگران بدانند. پس از اینکه به اینجا آمدم تا مدت‌ها همین کار را می‌کردم. یعنی وقتی به جای زیبایی برای تفریح می‌رفتیم یا به شهرهای مختلف سفر می‌کردیم، بیشتر وقتم را صرف فیلم برداری می‌کردم یا مترصد یافتن زیباترین منظره برای عکس گرفتن بودم و همه این کارها نیز به قصد فرستادن آنها برای قوم و خویش و آشنایان صورت می‌گرفت. و البته یک کپی هم برای خودمان نگاه می‌داشتیم به بهانه حفظ خاطرات جوانی که بعدها گاه و بیگاه نگاهش کنیم و بر عمر رفته حسرت بخوریم. اکنون دیگر این کار را نمی‌کنم. وقتی در دریا یا استخر زیبایی مشغول شنا هستم یا در رستورانی با خانواده غذا می‌خوریم یا به مسافرتی می‌رویم، سعی می‌کنم دیگر در فکر این نباشم که کسی می‌داند یا نه. حتی دوربین عکاسی و فیلم برداری نیز با خود نمیبرم و از لحظات خود به طور کامل لذت میبرم. فکر می‌کنم که هیچگاه از زندگی این چنین لذت نبرده بودم. به نظرم میرسد که این نوع لذت بسیار سالمتر و طبیعی‌تر از آن لذتی است که قبلا یا به خاطر تایید دیگران یا حسرتی که در آنان برانگیخته میشد می‌بردم. ما به کتابش، دیگران به پیامش. گفت نمیدانم این نیاز شدید به مباهات کردن و فخر فروختن از کجا در ما ریشه گرفته که هیچ بعدی از زندگی ما از آن مصون نمانده است. پرسیدم چی شده؟ باز کسی پوز حاجی بودن پدرش یا عارف بودن عمویش یا دکتر و مهندس بودن خودش یا برادرش را داده است؟ گفت اینها که خیلی عادی است. این خصوصیت فرهنگی تا آنجا در بعضی از ما ریشه دوانده که حتی از ادیبان و اندیشمندان و آثارشان نیز چون شومینه مبلمان خارجی و جکوزی منازلمان برای پوز دادن و فخر فروختن استفاده می‌نماییم، نه بیشتر. پرسیدم چطور؟ گفت از رادیوی فارسی زبان سراسری استرالیا با یک آمریکایی که در ادبیات فارسی تخصص داشت گفتگویی پخش شد. این گفتگو در مورد ترجمه غزلیاتی از مولانا توسط این فرد بود. این آمریکایی که به زبان ایرانی مسلط بود گفت فروش غیر معمول 500,000 نسخه از این کتاب نشان دهنده نیاز مبرم جامعه آمریکا به این چنین کتاب هاست و عده‌ای از هموطنان با شنیدن این برنامه غرق غرور و افتخار شدند. بدون در نظر گرفتن این مطلب که افتخار کردن به این بزرگان بدون کارگیری اندیشه و پیام آنها نه تنها دردی از ما دوا نمی‌کند، بلکه به دلیل اثرات تسکین دهندگی موقت می‌تواند حتی مانع از توجه ما به میزان عقب ماندگیمان گردد. گفتم به هر حال جای بسی خوشبختی است که پس از گذشت بیش از 7 قرن علاوه بر انگشت شماری از هموطنان 500,000 نفر دیگر در آن سوی دنیا این نیاز را در خود دیدند که پیام او را که در 10,000 بیت با نقل حدیث و داستان و پند و اندرز درد بشریت را فریاد کشیده دریافت کنند. چه میتوان کرد؟ ما به هموطن بودن با نویسنده و داشتن کتابش دلخوش کرده ایم
و آنها با به کار گرفتن پیامش. نفوذ فخر در ادبیات. نگاهی به پیشنویس این کتاب کرد و گفت: مطالب به دردخوری است، اما خیلی ساده نوشته شده. اگر کمی سنگین‌تر و فاخرتر بنویسی بهتر است. ساده نگاری از ارزش کار تو می‌کاهد. آنگاه بود که من متوجه شدم توجه به ظاهر و قضاوت بر مبنای آن هیچ بخشی از زندگی ما را از شر خود در امان نگذاشته است. حتی ادبیات را که به گفته ژان کوکتو نویسنده فرانسوی هنر ساده نویسی مطالب پیچیده است. به اعتقاد من همان گونه که هنر معلم انتقال دانسته‌های خویش به شاگردان با ساده ترین بیان هاست، هنر نویسنده نیز انتقال مفاهیم در موجزترین و ساده ترین شکل ممکن به خواننده است. اگر ادبیات در خدمت مردم و برای آنان باشد، بایستی به زبانی نوشته شود که مردم بتوانند آن را بفهمند. هرچه زبان نوشتاری فاخرتر و سنگینتر باشد، به همان میزان از خوانندگان کتاب کم می شود. شاید بتوان گفت زیبایی موقعی باید مورد توجه قرار گیرد که مسائل اضطراری اولیه و ابتدایی حل شده باشند. برای مثال در شرایطی که فرزندمان بیمار است و مهمان در راه و دیوار خانه نیز در حال خراب شدن است، به زیبایی گلدان‌های خانه نمیتوان اندیشید و نمیتوان پرداخت. یکی از مشکلات بزرگ ما این است که نویسندگان ما رویشان به همکاران و همقطاران خودشان است. از مردم حرف میزنند، اما نه با مردم که با یکدیگر. به هر حال روی صحبت این کتاب با هیچ کس جز مردم نیست و امیدوارم به میزانی که ساده نوشته شده خوانندگان بیشتری بتوانند از آن بهره مند شوند. حمل عناوین و القاب در کوچه و بازار. مدت‌ها در اینجا زندگی کردم، اما ندیدم که کسی پست و عنوان و مدرک و مقامش را با خود به فروشگاه‌ها، مهمانی‌ها، تعمیرگاه‌ها و سایر مجامع عمومی ببرد. رئیس فقط در اداره رئیس است، آن هم نه به گونه‌ای که ریاستش ترس در دل کارمندان بپروراند. و دکتر حتی گاهی در مطب با نام کوچکش خود را به بیماران معرفی می‌کند و منشی او نیز می‌تواند او را با نام کوچکش بخواند. آنها بیشتر در بیمارستان دکتر خطاب می‌شوند و اگر نشوند نیز آسمان بر زمین نمی‌آید. و وقتی محل کار را ترک کردن، همه انسان‌هایی هستند مانند یکدیگر بدون هیچ امتیاز و برتری، در حالی که در جامعه ما بسیاری از افراد پست و مقام و عناوین خود را در همه جا و هر زمان حتی بین خانواده و افراد فامیل نیز حمل می‌کنند و در بسیاری از موارد از امتیازات غیرقانونی آن استفاده می‌کنند و مردم ما از شر این سلسله مراتب طبقاتی در هیچ کجا رها نیستند. مثلا اگر بر حسب تصادف در مطب دکتر کارمندی در انتظار نوبت باشد و ببیند که رئیسش وارد شد، وظیفه خود می‌داند که نوبتش را به رئیسش بدهد. این وضعیت که از نابسامانی جامعه ناشی می‌شود باعث می‌گردد که گاهی فرد زیردست خوشحالم بشود که موقعیتی پیش آمده که توانسته لطفی در حق مافوق بنماید، به این امید که بعداً در جای این لطف جبران شود و بتواند یکی از صدها چاله زندگی خود را با آن پر کند. اما آیا استقبال افراد فرادست از این اعمال به این نابسامانی و تبعیض بیشتر دامن نمیزند؟ درست است که رفتارهای ما حاصل شرایط حاکم بر جامعه ماست، اما آیا به راستی نمیتوانیم در بعضی از ویژگی‌هایمان تجدید نظر کنیم؟ در اینجا روی سخنم به تمامی کسانی است که در چنین موقعیت‌هایی قرار دارند، کسانی که معترض وضعیت موجودند اما خود نقشی آگاهانه یا شاید ناآگاهانه در حفظ آن دارند. آیا بهتر نیست خود را به خاطر داشتن موقعیت اجتماعی، سیاسی، دینی، هنری و ادبی تافته جدا بافته از دیگران نبینیم؟ نگذاریم دیگران خود را در برابر ما کوچک ببینند و تواضعی را که این همه در ادبیات ما با آن تأکید و سفارش شده است در زندگیمان به کار گیریم. از بعد این فاصله ها کمی کاسته و نقشی هر چند کوچک در هموار کردن جاده عدالت و برابری ایفا کنیم. چه می شود اگر به هم نیاید؟ مشغول نگارش مطالب این کتاب بودم که تلفن زنگ زد. وقتی گوشی را برداشتم صدای خانم هموطنی را شنیدم که با حالتی گله‌آمیز از من پرسید: شما که مشغول نوشتن مسائل فرهنگی ما هستید، از خوانندگان کتاب بپرسید چرا ما خانم‌های ایرانی باید همه چیزمان به هم بیاید؟ این خانم‌های خارجی که کفش و دامن و کیفشان هر کدام به یک رنگ است، مگر چه چیز از ما کمتر دارند؟ غیر از این است که ما با این خوش سلیقگی
که همه چیزمان به هم میآید در صف مهاجرت به کشورهای این بد سلیقه ها در نوبتیم، اما اینها با اینکه لباس و کفش و کیفشان به هم نمیآید یکیشان نیز تقاضای اقامت در کشور ما را ندارند. عظمت‌های حقیر یا حقارت‌های عظیم. تلفنی که در راهرو بخش علوم گیاهی دانشگاه سیدنی بود زنگ زد و من که در همان زمان از کنار آن عبور می‌کردم گوشی را برداشتم. کسی از آن طرف خط با لهجه غیرقابل فهم‌تر از لهجه استرالیایی لحظات کوتاهی حرف زد. در جمله‌اش فقط کلمات آقا، دکتر، رازانی یا رادانی را توانستم تشخیص دهم. از او خواهش کردم جمله خود را تکرار کند و او چنین کرد. وقتی مطمئن شدم به دنبال شخصی به نام آقای دکتر رادانی می‌گردد به او گفتم که من چنین کسی را در این بخش نمی‌شناسم، اما از او خواستم گوشی را نگه دارد تا من به جستجوی او بروم. با خود گفتم این شخص هر که هست باید خیلی مهم و بسیار برجسته باشد که هم آقا و هم دکتر خطابش می‌کند، چرا که بسیاری از آنان که در بخش ما کار می‌کردند با داشتن درجه دکترا و موقعیت‌های بالای آکادمیک یکدیگر را با اسم کوچک صدا می‌زدند. به هر شخص آشنایی در حال عبور، اعم از دانشجو، استاد و کارمند که رسیدم از آقای دکتر رادانی سراغ گرفتم، اما همه اظهار بی‌اطلاعی کردند. برگشتم و به فرد مذکور گفتم که فکر می‌کنم شماره را اشتباه گرفته باشد، چرا که هیچ کس چنین فردی را نمی‌شناسد. او گفت که اشتباه نمی‌کند، چرا که آن شخص همسر ایشان بوده و چند ماهی است در آن بخش مشغول به کار است. و سپس اسم و شماره اتاق پروفسوری را که همسرش با او کار میکرد به من داد و از من خواست که به دفتر او بروم و از او سوال کنم. من به دفتر پروفسور که همه ما او را دیوید صدا میکردیم رفتم و از او سراغ آقای دکتر رادانی را گرفتم و او گفت که دکتر رادانی همان احمد دانشجوی سریلانکایی است که به تازگی فارغ التحصیل و در بخش مشغول به کار شده است. این واقعه برای من روشن نمود که این فقط ما نیستیم که موجودیتمان با عناوین دکتر و مهندس اثبات می شود و احتراممان علاوه بر ثروت در گروه مدارک و عناوین است، بلکه مردمان کشورهای دیگری که وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعیشان مشابه ماست نیز به چنین سرنوشتی دچارند. آنان نیز آنچنان به این عظمت‌های حقیر دل خوش داشتند که حتی حاضر نیستند جایی که برجسته‌ترین افراد از نظر علمی با نام کوچک یکدیگر را صدا می‌زنند از عنوان کردن این القاب حتی به خویشان و افراد فامیلشان دست بردارند. آن که در علم، هنر یا ادبیات به معنای واقعی کلمه به درجات بالایی رسیده باشد نیازی به خودنمایی ندارد. نه به هنر و دانشش فخر می‌فروشد و نه دیگری را به خاطر نداشتن آن تحقیر می‌کند و این معنای واقعی تواضع و بزرگی است. خودنمایی از حقارت درونی سرچشمه می‌گیرد. خدمت به وطن. تحصیلاتش را به پایان رسانده بود و مانده بود که در اینجا بماند یا به وطن برگردد و نظر مرا در این مورد جویا شد. به او گفتم به اعتقاد من اگر کسی بتواند در وطن خود کاری برای مردمش و در جهت برداشتن باری از دوش آنان به هر طریق ممکن بنماید بهتر است برگردد. اما اگر نتواند و می رود که یا با مدرک دکترایش دل بی مدرکان را بسوزاند و با آنها فخر فروخته و حسرت آنان را برانگیزاند یا با آن از نردبان شوم و کاذب ترقی بالا برود و در آن آشفته بازار از آب گلالوده ماهی بگیرد یا در آن غرق شود بهتر است اینجا بماند، چرا که با باز نگشتن به وطن یک نانخوره، حقوق بگیره، ناراضی همراه با خانواده‌اش از جمعیت میلیونی ما کاسته می شود و همین خود می تواند خدمتی به وطن باشد. نابغه ایرانی و ایران زمین. افتخار از رنگ و بو و از مکان هست شادی و فریب کودکان. به برنامه فارسی زبان رادیوی سراسری در سیدنی گوش می دادم. گوینده مشغول مصاحبه با یک نوجوان 13 ساله ایرانی بود که با نبوغ خود موفق به راه یافتن به یکی از دانشگاه‌های آمریکا شده بود. مجری برنامه در هر سوالی که از این نوجوان می‌کرد با افتخار و غرور این موفقیت را به ایران زمین و نژاد و فرهنگ ایرانی نسبت می‌داد. این مصاحبه این سوال را برای من مطرح نمود که نبوغ این فرد که حاصل جهشی در ژن‌های یکی از دو سلول نر یا ماده به وجود آورنده او یا جهشی در مرحله تکوین جنین در رحم مادر اوست چه ارتباطی به ایران زمین و نژاد ایرانی میتواند داشته باشد.
ناگفته نماند که مادر این کودک آمریکایی و پدرش ایرانی و خود متولد و بزرگ شده آمریکا بود که به اعتقاد من حتی اگر پدر و مادر هر دو ایرانی و کودک متولد و بزرگ شده ایران نیز می بود، این مسئله افتخاری برای ملت ایران و تبار ایرانی در بر نداشت، چرا که جهش‌های ژنی با درصد مشخصی در تمامی جوامع انسانی اتفاق می‌افتد و افتخاری از این بابت نصیب هیچ ملتی نمی‌شود. افتخار زمانی نصیب یک جامعه می‌شود که آن جامعه شرایط پرورش و رشد افراد را به گونه‌ای فراهم آورد که استعدادها و قابلیت‌های ذاتی آنها شکوفا شود. این ویژگی در برخی از ما وجود دارد که اگر یک ایرانی در جایی درخشید، آن را به حساب برتر بودن نژاد ایرانی و اگر در جایی فضاحت به بار آورد، آن را به گردن فرهنگ منحط غربی بگذاریم. در سطح خانواده نیز اگر فرزندانمان موفق و کاردان شدند، آن را در اثر تربیت نیکو و تلاش‌های خودمان می‌دانیم و اگر ناخلف در آمدند، تقصیر را به گردن جامعه فاسد و دوستان ناباب. جوابی ساده و منطقی. از زندگی دیوید اتنبرو انگلیسی که به خاطر کارهای چشمگیر و منحصر به فرد خود در رابطه با به تصویر کشیدن دنیای حیوانات و گیاهان در جهان به لقب سر مفتخر شده، برنامه تلویزیونی پخش شد. در میان سوالات بیشماری که مصاحبه‌گر در مورد فعالیت‌های بیش از نیم قرن او کرد، این سوال توجه مرا به خود جلب نمود و پاسخی که او داد مرا به نگارش این نوشتار کشانید. مصاحبه‌گر با نشان دادن قسمتی از یکی از برنامه‌های او که در آن مشغول گذاشتن لباس‌های خود در چمدان کهنه‌ای برای یکی از سفرهای علمیش بود، از او پرسید: راستی دیوید، چرا تمامی پیراهن‌های شما آبی کمرنگ و تمامی شلوارهایتان توسی است؟ و او جواب داد: به این دلیل که کار من در زمینه مد و نمایش لباس نیست. به میزانی که توجه بینندگان به لباس من جلب شود، به همان میزان از توجه آنها به شنیدن و دیدن آنچه که مورد نظر من است کم خواهد شد. بنابراین رنگ‌هایی را انتخاب می‌کنم که حداقل توجه را به خود جلب نماید. چند بازی عشق با نقش سبو. اولی پرسید: این همه افتخارات ما به عرفا و شعرای ما به خاطر چیست؟ سالهاست که از تاریخچه زندگی آنها در شب‌های شعر و در گردهمایی‌های فرهنگی در داخل و خارج می‌گوییم و اشعارشان را می‌خوانیم. در کتاب‌های درسیمان از نثر و شعر آنها نوشتند و ما نیز فهمیده یا نفهمیده آنها را حفظ کردیم، نمره گرفتیم یا رد شدیم. گاهی هم از آنها ترانه و سرود ساختند، آوازخوانان خواندند و ما نیز زمزمه کردیم. اما من هنوز نفهمیدم که اگر هیچ کدام آنها اصلا متولد نیز نشده بودند، چه فرقی به حال امروز مردم ما داشت و چرا میگویند آنها ما را حفظ کردند؟ به نظر میرسد که ما بیشتر آنها را حفظ کرده باشیم تا آنها ما را. دومی پاسخ داد: به نظر من اگر آنها نبودند چندان فرقی به حال امروز ما نداشت، چرا که آنها به طور حرف و پیامی برای ما داشتند. ما پیامها را نگرفتیم و تنها اشعار و نوشته‌هایشان را خواندیم و به به گفتیم. پیام‌های آنان چون دارویی بوده که در ظرف نوشته‌ها و اشعارشان ریختند و ما عمری است که به جای استفاده از محتویات ظرف به ستایش ظرف نشسته‌ایم. به گفته مولانا: چند بازی عشق با نقش سبو، بگذر از نقش سبو و آب جو. صورتش دیدی ز معنی غافلی، از صدف در را گزین گر عاقلی. افتخار زمانی نصیب ما می شود که بتوانیم تأثیر حرف‌های آنان را در برخورد و اندیشه و عمل خود به دنیا نشان دهیم. به هر حال آنها ما را آنگونه که می‌خواستند حفظ نکردند. اگر ما نیز آنها را حفظ کرده باشیم کار بزرگی انجام دادیم، چرا که ممکن است آیندگان حرف‌ها و پیام‌های آنها را در عمل به کار گیرند و معنویت متعالی انسانی را به جهانیان بشناسانند. لازم به ذکر است که پاورقی‌ها به دلیل وقفه‌ای که در خواندن نوشتارها به وجود می‌آوردند از فایل‌های صوتی حذف شدند. از آنجا که این پاورقی‌ها حاوی نکات جالب و همچنین توضیحاتی در جهت رفع سوء تفاهم‌های احتمالی است، از علاقه‌مندان تقاضا می‌شود به نسخه چاپی کتاب و یا فایل‌های نوشتاری آن که به صورت PDF در کانال تلگرامی در اسارت فرهنگ قرار داده شده اند رجوع نمایند. سپاسگزارم. در اسارت فرهنگ، ریشه‌یابی خلق و خو، آداب و عادات ما ایرانی‌ها، انتشارات صمدیه، 1395. نویسنده و راوی طاهره شیخ الاسلام. قسمت 19. سخن آخر، بخش پایانی. آوایبوک وردپرس.com
تغییر وضع و سرنوشت یک ملت کهنسال چون ایران کار یک روز و 2 روز، راه یک قدم و 2 قدم و عمل یک نفر و 2 نفر نیست. شاید مهمترین داروی پیشنهادی ما، اگر نگوییم تنها دارو، همین عوض شدنها یا عوض کردن طرز فکر کهنه زود خواستن و با زور خواستن و اعتقاد و علاقه پیدا کردن به عملهای مستمر، مجتمع و طولانی باشد. ما باید تمام خصوصیاتی را که شرایط چندین هزار ساله در ما به وجود آورده است در خود تغییر دهیم و تا چنین نکنیم چنین خواهیم بود. شادروان مهدی بازرگان. آنچه در این مجموعه از نظرتان گذشت نشانگر این واقعیت است که در راستای تنازع بقا و در شرایط ترس و فقر و بی‌عدالتی، خلقیات و ویژگی‌هایی در ما به وجود آمده اند که در تکرار خیش به صورت عادت در آمده و همراه با آداب و رسومی که زاده همان شرایط بودند، بخشی از هویت فرهنگی ما را ساختند. همچنین دانستیم که جایگزین شدن واژه احترام به جای ترس به این ویژگی‌ها و آداب رنگی از فضیلت و نیکی دادند، به گونه‌ای که افراد خود را موظف به حفظ و پاسداری از آنها می‌دانند. پاسداری از این آداب و عادات توسط جمع امکان خلاقیت و شکوفایی را از فرد سلب و او را به دنبال روی و تقلید سوق می‌دهد. این سلطه و حاکمیت جمع که میتوان آن را دیکتاتوری مردمی نامید، یکی از فاجعه بارترین و خطرناکترین نوع دیکتاتوری ها و بزرگترین مانع در راه برقراری دموکراسی در جوامع سنتی و تحت ستم است. به روشنی پیداست در حالی که ما در تغییر ظواهر خود حتی از غربیان غربی‌تر شده ایم، در زمینه کسب اخلاق دموکراتیک که متعالی ترین دستاورد غرب در این راستاست، تا کنون موفقیت چندانی حتی نصیب طرفداران پروپاقرص آزادی و دموکراسی نیز نشده است. بدین معنا که وسیله نقلیه 100 سال پیشمان را که الاغی بود یا درشگه‌ای با ماشین آخرین مدل غربی جایگزین کرده ایم، شومینه را به جای کرسی و دوش را به جای خزینه به کار میبریم و از استخر و سونا و جکوزی و کامپیوتر و اینترنت و تلفن همراه استفاده می‌کنیم، اما کماکان با شنیدن یک انتقاد برآشفته می‌شویم، اشتباهاتمان را کمتر می‌پذیریم، در کار و زندگی یکدیگر دخالت می‌کنیم، برای زنان و کودکانمان حقوقی قائل نیستیم، عقیده خود را بر یکدیگر تحمیل می‌کنیم، مطلق نگریم، اجازه اظهار عقیده به دیگران نمی‌دهیم و هنوز از واژه‌های حقیر، چاکر، جان نثار، کوچک، مخلص و همچنین سرکار عالی، حضرت عالی و سرکار علیه استفاده می‌کنیم. اگر بگوییم که تغییر معیارهای ارزشی و به دنبال آن ویژگی‌های اخلاقی ما مشروط به برقراری دموکراسی است، این سوال پیش می‌آید که چگونه دموکراسی و در پی آن اخلاق دموکراتیک می‌تواند در جامعه‌ای پا بگیرد که افراد آن نه تنها حاضر به وانهادن ویژگی‌های ضد دموکراتیک خویش نیستند، بلکه گاه تحت لوای فرهنگ در حفظ و حراست آن نیز می‌کوشند. این مسئله به خصوص وقتی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم برخی از همین ویژگی‌ها نمی‌گذارند ما با مشکلی که در پیش رو داریم برخوردی منطقی و اصولی در پیش گیریم. برای مثال خصوصیت تقصیرها را به گردن دیگران انداختن در ما باعث می شود که علت عقب ماندگی‌هایمان را به گردن حمله فلان قوم یا فلان جنگ یا استعمار و امپریالیسم جهانخوار بیاندازیم و کوچکترین نقشی در این رابطه برای خود قائل نشویم. از سوی این باور که کشورهای خارجی توانایی عقب نگاه داشتن ما را دارند، طبیعتاً نتیجه جز این ندارد که فکر کنیم پیشرفت ما نیز به دست آنها میسر خواهد بود و بس. در حالی که تاریخ به ما نشان داده که خارجی ها اگر سرمان را نشکنند گردویی به دامنمان نخواهند ریخت و انتظاری نیز از آنها نمی رود. به همین روال ویژگی متوقع بودن، ساده انگاری و خوشبینی در ما باعث می شود
که انتظار داشته باشیم دولتی دموکرات بر سر کار آید و همه مشکلات را حل کرده و به جامعه سر و سامان دهد، غافل از اینکه دموکراسی نه ماده‌ای است که بتوان به آب نوشیدنی وارد کرد، نه به نان مصرفی، و نه واکسن است که بتوان آن را به آحاد ملت تزریق نمود، به طوری که پس از آن با نوشیدن آن آب و با خوردن آن نان و با تزریق آن واکسن در مدت کوتاهی همگی ما تغییر ماهیت بدهیم، قانون را مراعات کنیم، به حق یکدیگر احترام بگذاریم، اشتباهاتمان را بپذیریم، صراحت و صداقت را در گفتارمان بیابیم، انتقادها را با روی خوش پذیرا شویم، با جدیت و کوشش کار کنیم، مصالح عموم را بر منافع خود ترجیح دهیم و به علاوه ویژگی عجول بودن و تند و زود خواستن باعث می شود که برخی از ما بدون در نظر گرفتن اینکه تحولات اجتماعی به زمانی نسبتاً بلند نیاز دارد، هنگامی که تغییرات و تحولات به سرعتی که طالب آن هستیم انجام نشد، به مبارزه منفی و تلافی جویانه دست زنیم، یعنی به یکدیگر بیشتر بی احترامی کنیم، حقوق هم را کمتر رعایت کنیم، در کارها بیشتر سرهمبندی، سهلنگاری، کارشکنی و غرض ورزی نماییم، با وظایفمان و مردم غیر مسئولانه تر از پیش برخورد کرده قانون شکنی کنیم و حتی با خراب کردن وسایل رفاه عمومی به ناراضی کردن و آزار یکدیگر بپردازیم و با این نوع برخوردها وضع جامعه را از آنچه هست نیز نابسامانتر نماییم و این اعمال را به دلیل آگاهی از ویژگی دیگری در جامعه خود انجام می دهیم و آن اینکه مردم هر نارسایی، حتی وجود پشه‌ای در نان را نه از سهلنگاری نانوا که از بیکفایتی دولت می بینند. البته یکی از معانی این نوع برخورد این است که از دولت انتظار می رود کنار دست هر یک از ما یک مأمور بگذارد و این یعنی به تعداد جمعیت شاغل در کشور مأمور نظارت داشتن و این امری است غیر ممکن و اگر بر فرض محال ممکن نیز باشد، چون آن مأمور نظارت نیز از خود ماست، مانند خود ماست، یعنی به مأمور دیگری احتیاج دارد و قس علی هذا. ما هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه از این توهم به در آییم که یک حکومت هر قدر هم که اعضای آن را افرادی مردمی و دموکرات تشکیل دهند، نمیتواند در مدت کوتاهی تغییرات ریشه‌ای و سریعی در جامعه به وجود آورد. هر یک از ما هر روز با افرادی چون نانوا، بقال، قصاب، پزشک، پرستار، معلم، مأمور شهرداری، کارمندان دولت، میوه فروش، راننده اتوبوس و تاکسی سر و کار داریم و ما هستیم که با فرهنگ سرهمبندی، غیر مسئولانه برخورد کردن، خودمحوری، عدم تحمل انتقاد، عدم پذیرش خطا، رفیق نوازی و پارتی بازی یعنی حق کشی و بسیاری دیگر از ویژگی هایمان که در این کتاب با آنها پرداخته شد به جان یکدیگر افتاده و باعث رنج و عصبانیت یکدیگر بشویم. ما پس از این همه تجربه تاریخی بایستی امروز این را درک کنیم که حتی وارد کردن بهترین حکومت‌های مردمی و سرازیر کردن تمامی ثروت جهان نیز نمیتواند من و شما را اگر خود تلاشی در جهت تغییر خود نکنیم عوض کند. برای درک بیشتر موضوع هر یک از ما بایستی این سؤال اساسی را از خود بنماییم که دموکراسی چگونه میتواند در کشوری پا بگیرد که اکثریت قریب به اتفاق جمعیت آن را دیکتاتورهای کوچک و بزرگ تشکیل دادند. مخالفان دموکراسی نیز باید از این توهم به در آیند که میتوانند تا ابد در مقابل سیل مدرنیته با امکانات و برکاتی که بیش از صدها سال است به جامعه ما سرازیر کرده و خود نیز از آن بهره مند میشوند مقاومت کنند. درک این مسئله از اهمیت حیاتی برخوردار است که مقاومت آنان جز به ضررهای مالی و جانی و نهایتاً عقب افتادگی بیشتر مردمشان و پروارتر کردن جیب سرمایه‌داران خارجی نخواهد انجامید و مهمتر از آن به مصداق ضرب المثل منع چو گردد حریص‌تر شود انسان، این گونه برخورد منجر به تقلیدهای افراطگونه از پدیده‌های غربی شده و می شود که ضررهای روانی و اجتماعی بسیاری را
بر مردم و جامعه ما تاکنون وارد کرده و پس از این نیز خواهد کرد. اگر مخالفت با دموکراسی به بهانه حفظ هویت و فرهنگ و جلوگیری از آثار مخرب فرهنگ غرب باشد، باید گفت که با تجهیز خود در برابر این فرهنگ که با تکنولوژی پیشرفته خود همکنون بساطش را حتی در روستاهای ما گسترده و بیشتر از این نیز خواهد گسترد، بهتر میتوان آثار منفی آن را تحت کنترل گرفت تا با انکار، مخالفت یا مقاومت در برابر آن. به طور حتم عوامل متعددی در عدم پیشرفت جامعه ما دخالت دارند که ویژگی‌های اخلاقی برشمرده در این کتاب یکی از آنهاست. اما فرق این عامل با سایر عوامل در این است که در از میان برداشتن این مانع همگی ما می‌توانیم نقش مؤثری داشته باشیم. به طور حتم تعدیل این خصوصیات که در طی تاریخ و در گذار از عصرها و نسل‌ها در ما به وجود آمده‌اند کار آسانی نیست. اما همان گونه که گفته شد، آگاهی از درد و خواست درونی برای بهبود آن شرط اولیه درمان است. هرچند باید گفت بیان مشکلات الزاماً به معنای قابلیت و یا صلاحیت در ارائه راه حل آنها نیست. همان گونه که اگر کسی به پریدگی رنگ یا گودرفتگی چشمان شما اشاره کند، از او انتظار نخواهید داشت که برایتان نسخه‌ای تجویز کند، مگر اینکه آن شخص پزشک متخصص باشد. اما نظر به این که مشکلات فرهنگی چیزی است که همگان به آن مبتلا هستیم و هر کس به سهم خود میتواند ضمن تعدیل رفتارهای خویش به راه حل‌های عملی نیز در جهت بهبود آن اندیشه نماید، من نیز پس از تفکر بسیار به راهکارهایی رسیدم که آنها را در اینجا بیان می‌دارم. این راه حل‌ها هرچند ممکن است بسیار ساده اندیشانه یا غیر عملی به نظر برسند، اما اگر بتوانم توجه صاحب نظران مسائل فرهنگی، روانشناسان اجتماعی، جوانان هوشمند و مسئولان دلسوز را جلب نماید تا با کمک هم زمینه را برای یک رستاخیز فرهنگی در جامعه آماده کنیم، مراد و مقصود من از این کتاب حاصل شده است. به طور حتم اجرای همزمان برنامه‌های گسترده در جهت ریشه‌کن کردن ناامنی و بی‌عدالتی و فقر و بی‌سوادی که علل اساسی وجود این ویژگی‌ها در ما هستند الزامی بوده و به این تغییرات و تحولات فرهنگی سرعت بیشتری خواهند بخشید. راهکارهای پیشنهادی: تعدیل یا تغییر بسیاری از خصوصیات منفی را می‌توان از دو طریق پیشگیری و درمان صورت داد. الف، پیشگیری با کمک سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و از طریق برنامه‌های آموزشی و پرورشی می‌تواند انجام گیرد و به طور حتم منوط به قبول مشکل از طرف مسئولان و تمایل به حل آنهاست. میرزا تقی‌خان امیرکبیر گفته است اگر می‌خواهید سال آینده زندگی خوبی داشته باشید گندم بکارید. اگر می‌خواهید 10 سال آینده زندگی خوبی داشته باشید درخت بکارید. و اگر می‌خواهید 100 سال آینده زندگی خوبی داشته باشید آدم تربیت کنید. با توجه به اینکه تربیت انسان‌ها از سطح خانواده و سپس کودکستان و دبستان آغاز می‌شود، آموزش اجباری و رایگان آن هم به صورت پیگیر و وسیع از ابتدایی ترین سطوح به لحاظ سنی یعنی کودکان و دورافتاده ترین نقاط یعنی روستاها و قشرهای حاشیه نشین شهرها می‌تواند نقش مؤثر و مفیدی در تغییرات فرهنگی در جامعه بازی نماید. با توجه به نقش اساسی مادران، پدران و معلمان، برنامه‌ریزی‌های زیر می‌تواند مفید فایده باشد. دوره‌های آموزشی پیش از ازدواج: از آنجایی که پایگاه و هسته اولیه تربیتی انسان‌ها کانون خانواده است، دختران و پسران بایستی قبل از ازدواج در درجه اول تفاوت‌های طبیعی زن و مرد و نیازهای هر یک از دو جنس و همچنین هدف از ازدواج را بیاموزند تا در صورتی که خود را آماده برای این امر مهم تشخیص دادند بتوانند با تفاهم و احترام متقابل پایه‌های محکمی برای یک زندگی خانوادگی فراهم آورند. این آموزش می‌تواند هم در دبیرستان‌ها و هم به صورت کلاس‌های کوتاه مدت قبل از ازدواج اجباری اعلام شود. دوره‌های آموزشی پیش از بچه‌دار شدن:
برای زوجهایی که می‌خواهند صاحب فرزند شوند، کلاس‌هایی در مورد پرورش جسمی و نیازهای روحی کودکان و همچنین توضیح و تشریح مسئولیت سنگین والدین بودن می‌تواند سودمند باشد. این مسئله باید برای زوجهای جوان تفهیم شود که آجرهای بنای شخصیت و مرام انسانها از لحظه تولد روی هم چیده می شود و با ملات عادت سفت و محکم می شود. طبیعی است اگر این آجرها از بدو تولد نامنظم و نادرست روی یکدیگر قرار گیرند، ساختمان ناهنجاری را در بزرگسالی خواهند ساخت که درست کردن آن اگر ناممکن نباشد کار چندان آسانی نخواهد. به عنوان مثال اگر والدین بدانند که وقتی کودکشان مورد مقایسه با دیگری و مورد تحقیر قرار گیرد، حسادت و کینه و بدخواهی در او رشد خواهد کرد، وقتی شاهد اختلاف و بحث‌های خشونتبار آنها و تحقیر و توهین آنان نسبت به یکدیگر یا خود باشد، عوارضی چون خجالتی شدن، عدم اعتماد به نفس و پرخاشگری در او پدید می‌آید و این که ترس باعث ریاکاری و دروغگویی در کودک می‌گردد، بیشتر مواظب رفتارهایشان با یکدیگر و با فرزندانشان خواهند بود. همچنین اگر بدانند که تشویق کودکان و احترام با آنان اعتماد به نفس را در آنها تقویت خواهد کرد و عشق و توجه به آنان سپاسگزار بودن و عشق ورزیدن را با آنان می‌آموزد، همچنان که زیستن در فضای آرام و امن خانواده باعث به وجود آمدن اعتماد در آنها می‌شود، روش مناسبتری را برای تربیت کودکانشان اتخاذ خواهند کرد. دوره‌های آموزشی برای معلمان. دومین پایگاه مهمی که انسان‌ها در آنجا شخصیتشان سازمان می‌یابد مدرسه است و معلمین دومین مربیان اخلاقی ما هستند. از آنجا که رفتار و برخورد و شخصیت معلمان و مدرسان در هر سطحی تأثیرات غیرقابل انکاری بر نسل فردای جامعه می‌گذارند، انتخاب درست معلمان و آموزش دادن به آنها در رابطه با مسئولیت خطیری که در پرورش کودکان، نوجوانان و جوانان بر عهده دارند، قدم مؤثر و مثبتی در راه بهسازی آینده جامعه خواهد داشت. بدیهی است اگر این آموزش‌ها همزمان از حمایت رسانه‌های گروهی چون رادیو، تلویزیون، مجلات، روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و فصلنامه‌ها برخوردار گردند، اثرات ژرف‌تری در سالمسازی جامعه خواهند گذاشت و به روند بهبود سرعت بیشتری خواهند بخشید. به درمان. همزمان با پیشگیری بایستی به درمان یا بهتر بگوییم تعدیل یا تغییر ویژگی‌های اخلاقی در خود بپردازیم. خصوصیات اخلاقی ما را می‌توان در دو گروه جای داد. گروه اول آنهایی هستند که تعدیل آنها از طریق تلاش فردی می‌تواند صورت پذیرد. این عمل جز با نگاه کردن دقیق به گفتارها و رفتارهایمان و تفکر به آنها قبل از انجام دادنشان نمی‌تواند صورت پذیرد. به بسیاری از این خصوصیات در متن کتاب اشاره شده است. گروه دوم رفتارها و گفتارها و حتی آداب و رسومی هستند که تغییر آنها به صورت انفرادی شهامتی را طلب می‌کند که در همگان نیست. به این دلیل که از بسیاری از آنها به عنوان ابزاری برای احترام استفاده می‌شود و بنابراین عدم انجام آنها بی احترامی محسوب شده به دلگیر شدن دیگران و منزوی شدن فرد می‌انجامد. تغییر یا تعدیل این خصوصیات را می‌توان از مجموعه‌های کوچکی شامل دوستان، افراد خانواده و همکاران عملی ساخت. از آنجایی که هر فرد در هر مجموعه دوستان و همکاران دیگری نیز دارد، این حلقه‌های کوچک افزایش یافته و پس از مدتی بخش وسیعی از جامعه را در بر خواهد گرفت. برای شروع چنین برنامه‌ای بایستی افراد هر گروه در وهله نخست به این امر ایمان بیاورند که آنچه را ما معیار احترام می‌دانیم احترام واقعی نیست. درک این مطلب که بسیاری از معیارهای ارزشی ما مخالف معیارهای ارزشی بنیاد شده بر پایه آزادی، استقلال و حقوق فردی انسانها در جوامع مدرن است، می‌تواند مشوق ما در راه تعدیل و تغییر خود باشد. از جمله این معیارهای ارزشی میتوان به تعریف و تمجید بیش از حد و اطاعت بیچون و چرا که در فرهنگ ما محبت و احترام اما در جوامع مدرن ضعف و بزدلی تلقی می شود
از صداقت و صراحت که در فرهنگ ما گستاخی و بی‌ادبی، اما در فرهنگ جوامع مدرن شجاعت و شرافت خوانده می شود، یا از قبول اشتباه که بین ما نشان ضعف اما در فرهنگ مبتنی بر دموکراسی نشانی از بلوغ و پختگی است اشاره کرد. باید اذعان داشت که برای تغییر دادن معانی این ویژگی‌ها که در طول تاریخ در اذهان ما ثبت شده‌اند، به برنامه‌ریزی‌های دقیق و بلند مدت نیاز است. برنامه‌هایی که بتوانند این کدهای فرهنگی را در ذهن و ضمیر جامعه ما شکسته و کدهای دیگری را جایگزین آنها کنند. به عبارت دیگر، ابزار دیگری برای نشان دادن احترام و علاقه در دست ما بگذارند. در غیر این صورت ما در اسارت این ویژگی‌ها و رفتارها و به عبارتی این فرهنگ خواهیم ماند. 1. بالا بردن سطح انتقاد پذیری، رواج صداقت. از عدم تحمل انتقاد به دلیل توهین تلقی شدن آن میتوان به عنوان یکی از بارزترین و در عین حال مخربترین ویژگی‌های اخلاقی ما نام برد، چرا که دروغگویی حاصل مستقیم عدم تحمل انتقاد میان ما و سایر خصوصیات منفی ما همان گونه که دیدیم به گونه علت و معلولی حاصل دروغگویی است. بنابراین به عنوان نقطه شروع میتوان از تمریناتی در جهت تعدیل این خصوصیت در خود استفاده کرد. با انجام برنامه‌هایی که آنها را فرهنگ درمانی مینامم میتوان به تدریج شهامت راستگویی را در افراد جامعه به وجود آورد. این تمرینات می توانند در سطوح مختلفی انجام شوند. در سطح مهد کودک‌ها و کودکستان‌ها. کودکان در سنین پایین هنوز دروغ گفتن را نیاموختند، چرا که تجربه‌ای از ترس ندارند. فقط کافی است بگذاریم حرفشان را بزنند و برای راستگویی و صراحت بیان مورد خشم قرارشان نداده و به دروغگویی وادارشان نسازیم. در سطح خانواده. افراد خانواده حداقل هفته 1 ساعت یا بیشتر بسته به توانایی ذهنی و آمادگی خیش در فضای آرام و بدور از عصبانیت به شنیدن انتقادات و قبول خطاهای خیش بپردازند. در مورد کودکان فقط کافی است که آنها را وادار به دروغ گفتن نکرده و برای راستگویی‌های معصومانه مجازاتشان ننماییم. با توجه به وجود مرد سالاری در جامعه ما که باعث می شود فرزندان از رفتار پدران تأثیر بسیاری بپذیرند، این تمرینات در خانواده‌ها بدون کمک و مشارکت پدران به راحتی انجام پذیر نخواهد بود. در سطح مدارس، معلمان دبستان‌ها و دبیرستان‌ها هفته 1 ساعت یا بیشتر را به همین برنامه اختصاص دهند. با شاگردانشان بنشینند و آنان را تشویق کنند حرف‌هایی را که پشت سر یکدیگر می‌زنند بدون هراس از یکدیگر تا آنجا که امکان پذیر است در حضور هم به زبان آورند و خود نیز با پذیرش انتقاد سازنده از شاگردان تحمل را به آنها آموزش دهند. از آنها بخواهند اگر خطایی مرتکب شده و گناه آن را به گردن شخص دیگری انداختند آن را بیان کرده و به خاطر شهامتی که در بیان آن نشان داده‌اند مورد تشویق قرارشان دهند و با اطمینان از اینکه این دلگیری‌ها و کدورت‌ها را با خود به بیرون نمیبرند جلسه را به پایان برسانند. در ادارات دولتی و خصوصی این برنامه میتواند به تمام کسانی که در رأس کاری هستند و کارمندانی دارند تسری یابد. تشکیل این جلسات بستگی تام به این دارد افرادی که در مصادر امور هستند وجود این مشکل را در کل جامعه قبول کرده و تمایل به کمک در برطرف کردن آن داشته باشند. در خلال اجرای این تمرینات توجه به نکات زیر ضروری است. اول اینکه کارهای فرهنگی همیشه به کندی پیش می‌روند و صبر زیاد و عشق زیادتری را می‌طلبند. دوم اینکه با توجه به بیشمار حرف‌های نگفته و کدورت‌های قدیمی به طور حتم در جلسات اول دلگیری، تنش و رنجش فراوانی به وجود خواهد آمد. اما مطمئناً پس از مدتی که دلگیری‌های مانده در کنج دلها و در پستوهای ذهن ابراز شدند، نه تنها سطح تحمل انتقاد به تدریج بالا خواهد رفت، بلکه از میزان دلگیری‌ها و انتقادها نیز به تدریج کاسته خواهد شد. به طور حتم انجام این برنامه‌ها برای نسلی که پیشگام این خانه تکانی فرهنگی است بسیار سخت‌تر از نسل‌های بعد از آن خواهد بود. فراموش نیز نکنیم که لحن آرام در هنگام بیان عیوب و انتقادها، رعایت انصاف
و استفاده از روش حسن عیب حسن که در باب اول به آن پرداختیم در پذیرش آن از طرف مخاطب نقش اساسی دارد. در این حال اگر به خاطر داشته باشیم که این یک تمرین فرهنگی است که همگی ما در آن شرکت داریم و در جهت سالم سازی روانی جامعه خودمان صورت می‌گیرد، شاید از شدت برخوردهای تند و دلگیری‌ها کاسته شود. در ضمن توجه به این نکته که همه ما به نوعی قربانیان نظام‌های خودکامه هستیم، باعث خواهد شد با تساهل، مدارا و مهر بیشتری نسبت به یکدیگر به انجام این تمرینات بپردازیم. 2. کنار گذاشتن تعارفات و تکلفات و رواج سادگی. ترسی که ما از مورد قضاوت یکدیگر قرار گرفتن و انتقال این قضاوت به دیگران داریم، منشأ بسیاری از نگرانی‌ها و همچنین رفتارهای غیر صادقانه ماست. همین ترس است که عمده‌ترین سرگرمی‌های ما یعنی معاشرت‌هایمان را به کابوسی بدل کرده است. رابطه مستقیم آبرو و میزان ثروت در جامعه ما به این مسئله شدت بیشتری داده و به خصوصیات منفی بیشماری از جمله تظاهر و دنبال روی، چشم و همچشمی و حسادت در جامعه دامن زده است. ما نمیتوانیم دیگران را تغییر دهیم، اما شاید بتوانیم با انجام تمرینات زیر به تغییر خیش دست زده و به تدریج از در کنار هم بودن بیشتر لذت ببریم. به قضاوت دیگران در مورد خود اهمیت ندهیم. بی‌علاقگی خود را به قضاوتی که آشنایان در مورد یکدیگر نزد ما می‌کنند با عوض کردن موضوع صحبت نشان دهیم. فراموش نکنیم یکی از دلایلی که با ما در مورد دیگران صحبت می‌شود اشتیاقی است که ما به شنیدن آنها از خود نشان می‌دهیم. از انتقال آنچه شنیده‌ایم به دیگران بپرهیزیم. از به زبان آوردن آنچه به طور ناخودآگاه در مورد افراد در ذهن و فکرمان می‌گذرد و همچنین حدس و گمان خیش در مورد آنان پرهیز کنیم. با دوستان و آشنایان خود بر ساده برگزار کردن مهمانی‌ها و کنار گذاشتن تعارفات و تکلفات به توافق برسیم و نگذاریم آداب و رسوم اجدادی بیش از این آرامش را از زندگی ما و خانواده‌هایمان سلب کند. سایر ویژگی‌های منفی و همچنین آداب و رسومی را که در زمان خاصی مایه آسایش بوده اما امروز باعث سلب آسایش ما می‌شوند، همان گونه که در متن کتاب با آنها اشاره شد، می‌توان با آگاهی، خواست درونی و تلاش به تدریج تعدیل کرده و یا کنار گذاشت. همچنین از روش‌های زیر می‌توان در تعدیل و یا تغییر ویژگی‌های نامناسب در جامعه کمک گرفت. نوشتن عبارات و جملاتی که مردم را به تحمل انتقاد، قبول خطا و عذرخواهی ترغیب کند. از مقایسه کردن افراد به خصوص کودکان خیش با یکدیگر و با سایر همسالان برحذر دارد و مردم را به گفتارها و رفتارهایی که برابری انسانها را القا می‌کند تشویق نماید. این عبارات که در متن کتاب به نمونه‌هایی از آنها اشاره شده می توانند در هر کجا چون آشپزخانه‌ها، اتاق‌های نشیمن در منازل، روی دیوارهای شهر، دیوارهای مدارس و آموزشگاه‌ها، سالن‌های انتظار پزشکان، مراکز بهداشتی درمانی در روستا و شهر و خانه‌های بهداشت، سربازخانه‌ها و بیمارستان‌ها، آرایشگاه‌ها، دیوار متروها و ایستگاه‌های راهن و حتی بر بدنه و داخل اتوبوس‌های شهری و مسافربری و روی تابلوهایی در فاصله بین شهرها و در هر مکانی که مردم به انتظار کاری ایستاده یا نشسته‌اند نوشته شود. مطمئناً خواندن مکرر این نوشته‌ها که تبلیغات فرهنگی نام دارند، حتی اگر بدون دقت کافی صورت گیرد، اثرات خود را در دراز مدت در ذهنیت افراد جامعه خواهد گذاشت. همان گونه که تبلیغات تجاری نگاشته شده بر در و دیوارها یکی از روش‌های مؤثر برای فروش کالاهای تولیدی در تمامی دنیاست. نترسیم که شهرمان زیباییش را از دست می‌دهد. اگر ما بتوانیم ویرانه‌های درونمان را آباد و زیبا کنیم، آبادانی و زیبایی واقعی را به شهرهایمان خواهیم آورد. تهیه جزوات کوچکی در مورد نحوه صحیح رفتار و برخورد با دیگران، همسر، فرزندان، دانش آموزان، دانشجویان، توسط مسئولان دلسوز و قرار دادن آنها به صورت رایگان
در اماکن عمومی و هر جا که مردم بتوانند به آنها دسترسی پیدا کنند، حتی در جیب‌های مخصوص پشت صندلی مسافران اتوبوس و هواپیما. توزیع این گونه اطلاعات و خبرنامه‌ها که گاهی بیش از یک صفحه امتحانی نیست که دو بار روی هم تا خورده است، در مؤسسات دولتی و خصوصی در کشورهای مدرن بسیار رایج است. هرچند توزیع این خبرنامه‌ها در کشورهای دموکراتیک به منظور آشنا کردن مردم با قوانین حاکم و مجازات‌هایی که متعاقب زیر پا گذاشتن بعضی از اصول اخلاقی اعمال می‌شود صورت می‌گیرد، اما به نظر می‌رسد که ما نیز بتوانیم افراد تحت سرپرستی خویش را در هر کجا که هستیم، خانه، شرکت، کارخانه، بخش، مؤسسه، فروشگاه و غیره، ملزم به اجرای بعضی از این اصول اخلاقی تحت عنوان قوانین داخلی کنیم. به طور حتم وقتی افراد شاغل در یک شرکت یا سازمان روزی 8 ساعت مجبور به رعایت حقوق سایر همکاران و احترام به آنان، دروغ نگفتن، غیبت نکردن، برچسب نزدن و غیره شدند، به تدریج این اعمال در آنها به صورت عادت در خواهد آمد. وارد کردن مطالب فوق به مواد آموزشی از کودکستان تا دبیرستان. سرودن شعر و ترانه، تهیه فیلم، نوشتن داستان و مقاله و هر آنچه بتواند خصوصیات منفی را کم رنگتر کرده، شهامت راستگویی، صداقت و صراحت را در مردم به وجود آورده و از گفتارها و اعمالی که خاص جوامع استبداد زده و عقب افتاده است و در متن کتاب با آنها مفصلا اشاره شد باز دارد. حرفهایم را با قسمتی از آیه 11 از سوره الرعد به پایان میبرم که میگوید خداوند حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر دهد. فراموش نیز نکنیم که طولانی ترین سفرها با اولین گامها آغاز می شود. در اینجا کتاب در اسارت فرهنگ به پایان می رسد. هرچند مایلم به نکته 11 از سخنانی که در قسمت 3 با خوانندگان عزیز در میان گذاشتم اشاره دوباره‌ای داشته باشم. و آن اینکه به طور حتم در این 20 و چند سالی که من از کشور دور بودم، تحولاتی در جامعه ایران صورت گرفته است. این تحولات با احتمال قریب به یقین در بعضی از رفتارهای فردی و جمعی مردم ما تغییراتی به وجود آورده و آنها را دستخوش تعدیل، تشدید و یا تغییر کلی کرده است. اما با توجه به اینکه این تغییرات به دلیل ناهمگن بودن امکانات آموزشی و پرورشی و همچنین رفاهی و اجتماعی همگان را شامل نمی شود، مطالب این کتاب هنوز می تواند مورد استفاده گروه یا بخشی از جامعه قرار گیرد. در خاتمه از همگی شما عزیزان می خواهم که چنانچه مطالب کتاب را مفید تشخیص دادید، آن را با سایر هموطنان به اشتراک بگذارید و مرا نیز از نظرات و انتقادات سازنده تان بهره‌مند سازید. سپاسگزارم.